با سلام خدمت بینندگان عزیز برنامه چهارراه استراتژی و با سلام به میهمان برنامه جناب آقای دکتر بزن بهادر، معدن علم استراتژیکی و علم تاکتیکی. شرمنده اخلاقتا اینایی که میگی خب البته قطره از دریاست ولی دست خودم نیست. نگاه کن ببین تو دست تو نباشه. آقای دکتر ببخشید مزاحم شدم، مهرتون تو دلم جا مونده بود، اومدم بگم دنبالش نگردید. قربون شما درد نکنه، خیلی وقت بود که میخواستم خودم باشم و خودت. دلتنگت شده بودم. قربون شما دکتر جون، بیشتر به نظر میاد که دستتنگم شدین. دستم به دامن. خجالت بکش، حرف دهنتو بفهم دیگه. دستم به پشت کتت ناکس. معذرت میخوام آقای دکتر، شما رو به خویشتنداری سفارش میکنم ببین که رحم و مروت یادتون نره. ببین موجی عزیزم، تقصیر خودته، زیاد حرف نزن، واسه پوستت خوب نیست. چه ربطی داره آقای دکتر؟ خب عصبانی میشم، میزدمت سیاه و کبود میشی. اینجا ما نستا، برو سر چهارراه ببینم چه کار میکنی. با همه مهربونی، با من و دل من نامهربونی. نفهمیدم چی شد، چی گفتی؟ چی گفتم؟ میدونستم که با کوه مهربونی طرفم. آیه دکتر، تو این داستان اتمی که الان مهمترین چالش نظامه بلبشویه که سگ صاحبش رو نمیشناسه. ما که نمیدونیم تو این مذاکرات چی میگن و چی میشنفن. فقط توی این فیلمای خبری میبینم که جواد ظریف نیشش تا بناگوش بازه و حرکت مشکوکی از خودش نشون میده. چه دلیل داره؟ مگه موفقیت مهمی به دست آورده؟ بعضی وقتا من فکر میکنم رو لج مقام عظما و هوش، منظورم حسین شریعت نداری است، میشینه. نگاه کن، این آخرین موفقیتش که باعث شد بابا ننش بهش افتخار بکنن وقتی بود که تونست بند کفشاشو خودش ببنده. بعد از اون دیگه موفقیت چشمگیری نداشته ای بابا. آره دکتر بزن بهادر، نگران ظریف بعد از برگشتنش از مسقطم. چرا؟ نمیدونم جواب مقام عظما رو چی میده. فکر میکنم یه گوشی مقام عظما ازش میکشه. اون که آره، عظما بهش گفته بود که باید این دفعه بری نتیجه ورداری بیاری. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که یارو به بچهش که مشنگم بود گفت اگه فردا تو امتحان رد بشی نه من نه تو. بعد فردا بچهش رو تو خیابون دید، گفت امتحان چی شد؟ بچه گفت ببخشید شما. آیه دکتر، این جواد ظریف که حرفاش سر و ته نداره. بالاخره شما بگین که تو مذاکره چی شد. خب ورده بنویس مواد لازم برای درست کردن ظریف. بفرمایید. بی خود مواد خودتون رو هدر ندید. ظریف اگه درست شدنی بود خودم تا حالا درستش کرده بودم. حرفای ظریف افه کشکیه. اگه تورنمنت افه خرکی بذارن که هیئت مذاکره کننده نظامم تو شرکت بکنه، خود خر تو مرحله مقدماتی حذف میشه. بیچون چرا ندید بدید داره افه دیپلمات میاد ناکس. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمونن که یارو رفت رستوران نشست همینجوری صدا زد گفت همون همیشگی، گارسونم گفت زر نزن بابا اینجا دیروز افتتاح شده. واقعا که انتظار داشتن از بعضیا حکایت شرط بستن رو خر تو مسابقه اسبدوانیه. صحبت کردن از مذاکرات بی خوده. من خودم خلاصه میکنم و ته بحث رو میبندم. اوضاع تو بنبسه. به قول مرحوم ابوی شما به مشنگه گفتن بنبس چیه؟ گفت میری 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 دیگه نمیری. الان هم نظام دیگه نمیره. آفرین آفرین که این نشریه‌های استراتژیکی ما خوب خیست کرده. شما که واقعا کوه معرفتین. من معرفت رو از خربزه مشهدی یاد گرفتم. چرا آقای دکتر؟ هیچ دلیل خاصی نداره، معرفت خودمه، دوست دارم از خربزه مشهدی یاد بگیرم. به تو چه مربوطه؟ آقای دکتر، چالش دیگه که نظام و مقام عظما باهاش مواجهه مرگ نابهنگام آقای مهدوی کنی و زنده موندن بیش از حد حاج آقا رفسنجانیه که اوقات ایشونو تلخ کرده. آره براش خیلی گرون تموم شده. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه بچه‌شو ورداشت برد آزمایشگاه، بعد دید پولش خیلی گرون شد، به بچهش گفت اگه چیزی نباشه فکتو پیاده میکنم. آیا دکتر چرا با مرگ حاجی مهدوی اینقدر دم و دستگاه نظام به هم ریخته و داره به هم میتونه؟ ناکس همچی میگی مرگش دم و دستگاه نظامو به هم ریخت که انگار قبلش مثلا ثبات و آرامش داشته از کت و کولمون میرفته بالا.
مثل بعضیا که همچین از جمعه عصرا آه و ناله میکنن که انگار باقی روزای هفته تو سواحل هوایی دارن مثلا موج سواری میکنن. ناکس بالاخره الان حاج آقا رفسنجانی پاچه شاهرودی رو میگیره، اون یکی کنده ایشون رو میاره بالا و فوش میده که بیا ببین دل مقام عظما رو خون کردن اینها. آیه دکتر بزنبازو، در مورد حاجی مهدوی کنی خودش مهم نیست، جایی که نشسته بوده نگاه کن. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن مثلا بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که پشه تا وقتی که رو هر چیزی نشسته مهم نیست، از وقتی که میاد رو سر صورتت میشینه اون وقت مهم میشه. پشه بند و پشه کش و اینجور چیزا رو میری میخری. آیه دکتر خود مهدوی کنی رو بیخیالش فدای سرت، ولی شما داریم مجلس خبرگان رهبری رو تشبیه میکنید به محل نشستن پشه. یعنی انتخاب مقام عظما که حاصل کار اینا باشه زبونم لال زبون لال ناکس، چرا به مقام عظما حمله میکنی؟ شما میگین که پشه میدونی کجا میشینه؟ من میدونم پشه میدونم.